بسم الله الرحمن الرحیم. اول السلام علیکم مردم مسلمان تاجیکستان، مردم دست به خیر، صاحبکارای عزیز، دوستای عزیز، شخصا صنعتکارا، همه آدم هایی که خیر سخاوتون زیاد است، همیشه خیر میکنین، غمخوری میکنین. خداوند همه شما را در پناهش نگهبان باشد. همه مردم مسلمان تاجیکستان، مردم دست به خیر، با آمد عید سعید فطر در این دهه رمضان تبریک و مبارکباد میگم. به خاندان همه شما شادی و نشاط. اما یک عقده در داخل شما است، یک گره هنوز هم نکشوده مانده است. همیشه خانواده‌های ایشالا میشود و در حق همه غریبایی که سرسون و سرگردانند به مثل من در غریبی، خداوند همتون مشکلاتون رو آسان بگردونه، کار و بارتون رو برکت بده. چی آرزو و هوس دارین جامعه عمل شد. آمین. الله اکبر. فخرالدین چرا رفت؟ چرا کارهای فخرالدین جور نشد؟ و من شنیدم که فخرالدین فرار کرده از تاجیکستان با اتهام قرضداری، بدهکاری. بله. چقدر قرض دار شد؟ شنیدم که خیلی قرض کلان دارد، تقریبا حدودی از 500,000 سومانی زیاد. 930,000 سومانی به فکر من، قریب 1 میلیون. خیلی ها وقتی که فخرالدین رو جستجو میکنند به شما زنگ میزنند. فقط طرف گندگی ما رو گپ نزنن، طرف خوبی ما رو ببینن. از ما همیشه خواهش میکنم، خیلی دورم میگن که خوبی بر پیغمبرمون حضرت محمد صلی الله علیه و سلم راست آمده که طرفای خوبی ما رو ببینید، فقط طرفای منفی ما رو گپ نزنید. از شما خواهش میکنم، التجا میکنم، نواری ما رو گوش کنید. و بلاگرای عزیز، منصور بیمتف، ارزوی سایف، برنامه خوب داره شما، قربان نگمتف که تو باید همه وقت دستگیری که این مورد این برنامه مرا دیگر شخصیت حاجی سعدی، شخصا حاجی دوست مراد که برنامه کردی، همیارا کدومید که هنرمنده و صنعتکارا که ما در پهلوی شما بوده مرا تماشا کردی، باید شما خودتون درک کنین، مرا ببینین، همین برنامه مرا بگیرین، پدیلیت سکنین، تماشا کنن، مردم حالی مرا ببینن. حاجی بابا جان، حاجی لنگری که شما فقط همیشه در دستگیری مردم هستین، مردم نگاه میکنیم. از شما اکرامونه خواهش میکنم دوستان عزیز، در همین دهه رمضان، در همین وقتی فکری روزه‌سپاری و در همین زکاتی بی‌طرف نباشین. از شما خواهش میکنم که برای من 1 سومونی خطونا دریغ ندارین، التماس میکنم. من همه شما خواهش میکنم دوستان عزیز. زمانی بود که من در برنامه اشتراک میکردم، در خرسندی های مردم، در چورابینی های مردم اشتراک میکردم، هیچ او طرف مونید. اما زمانی بود که گردن من کج میکردم، در کانال خود تماشا میکردم، شما گردن من کج میکردم که دیگر را یاری برسونید، غریبا مردم دست و خیر. اما زمان ماه شریفی رمضان ماه مبارکه بود، یا که زمانی بود که مردم های خمیزوات بسیار بودن، مردم های متای بودن. خدا منت نشود با همین مشکلی های خودمون، با این غمداری خودمون، با همین دربدری خودمون، باور کنید دستگیری میکنه. اما بسیار صاحب خونه شدن، بسیار بیمار بودن، رفتن تبابت یافتن. مقصد ببینید، اتوبوس چی ببینید چی خیلی به مراد و مقصد خود رسید. از این مشکلی با دستگیری شما که با دستگیری برادر امید رخش تقسیم که راهبر یک شرکت بود، همون دستگیریش کرد، مبلغ کلان داد، از همین مشکلی برآمد. اونجا سبب خدا منت نشه، ما گردن نکش کردیم که اما از همین مشکلی برآمد. طرفای خوبی ما را با نظر بگیرید، برای چی شما فقط گندگی ما را میگی که این خیلی اوتره؟ غیر خداوند کسی پاک نیست. هم گناهگارای باور که برادر عزیزی که من در فریب قرار شدم، برام بی حالتم در فریب دیدم که شما در جای ما باشین چی کار میکردین. 11 ماه در نریبی هستم،
یکی غیر برو ما در نظر دادم که ما کمک میمار دستگیری کنیم چون ما حال شما را دیدم حال شما را غریب و همه تو را دیدم تو خود نمی‌وجه که موید با حال شما چی با ما مزورم آوا راش مالا را بنویش برگرد در اون خیلی هم دختر شد من نمی‌دونم فوتوز میگیم که این رو که تمام کرده و چند دفعه گیری باز این انجام میتونیش حساب میکنه شده دیگه تو ریسو کنم یا نه بیشتش که ایستا مختلف میگیم حساب میکنم من شما نمیگوشتم چی جواب بگو در لحظه خدا جون چی جواب بگو چی جواب بگو چی جواب بگو با بخشیش بپرسه بای شما همه تون بخشیش بپرسم که مگر آسانه با یک مردی که همه میشنست من شنیدم که فخرالدین از چندین آدمان مبلغ گرفته است اسم یک تاجر نامدار رو استفاده کرده، درست است؟ ما ممکن فهمیدم نه که راستی گپ اگر انیکس بگیریم ما با فخرالدین در اینستاگرام گفتم گفته که مرا بسیار آدم‌ها فریب کردن پول گرفتن رفتن در بین ما بازی از تاجیکستان بیرون با فکر روسیه ده باشه یا که قزاقستان ده باشه انیکشن نمیگم هدی سعید فیتر خشالی خونه اون کرتایدش هم سیترم میمونم به هر رمضان های التماس میکنم خواهش میکنم گردن کج میکنم برای ما یک بارگی دیگر خیلی خطور دریغ ندارید خواهش میکنم دوستان عزیز بیاید این مادری ببری مرا فرزندای مرا خرسند کنیم خواهش میکنم کمک که دستی کم روزی غم نبینیم در پناه خداوند باشه همتون خدا جان و مراد و مقصد و بارزو اقصاتون برسین و با نزدی مادر و پدر و فرزنداتون برگردین آمین الله اکبر